سلام، من الهام و امروز میخوام یه ترفند بهتون یاد بدم که توی بلک فرایدی سرتون کلاه نره. حتما تا حالا فهمیدین که توی مناسبت‌های خاص که معروف به اینه که مغازه‌ها تخفیف‌های زیادی دارن، خیلی از مغازه‌ها میان قیمت محصولشون رو میبرن بالا و بعد روش تخفیف میذارن و اینجا ذهن ما فریب قیمت اولیه رو میخوره. مثلا قیمت یک محصولی $200، میان قیمت اولیش رو میذارن $400 و روش خط میکشن، میگن 50% آف خورده شده $200. بعد اون وقت ما با خودمون میگیم که وای چقدر حراج خوبیه که 50% قیمت وسیله رو آورده پایین، در صورتی که اینطوری نیست. اینکه گیر این ترفندا نیافتین، من میخوام یه ابزار خیلی کاربردی بهتون معرفی کنم. اسمش هست هانی. یک گجتیه که میتونید به روی کروم نصب بکنید و اولا که بعضی وقتا کوپن پیدا میکنه براتون وقتی میرید توی وبسایت، ولی کار مهمی که به نظر من خیلی مفید و کاربردیه اینه که میتونید از طریق این گجت تاریخچه قیمت یه آیتم رو توی آمازون ببینید. بیاین یه مثال بزنم. فرض کنید من اومدم اینجا و میبینم که رینگ اینجا یه آفر خیلی خوبی گذاشته، 50% آفر گذاشته. اینجا من هانی رو نصب کردم، منتظر میمونم تا هانی اینجا لود بشه، هیستوری رو پیدا کنه. بعد اینجا یه قسمتی میاد مثل چک پرایس، اینجا هانی پاپ میشه و به من میگه که خب آره، مثل اینکه یه پرایس دراپ داریم. حتی خود هانی خیلی وقت اشتباه میکنه و نمیره تاریخ رو بیشتر نگاه کنه. شما اگه برین توی هیستوریش نگاه کنید میبینید که قیمت 124 بوده، توی 2 نوامبر اومدن قیمت رو بردن بالا، هی بالا پایینش کردن و در نهایت هم برگردوندن به اون قیمت. حالا اگه برگردیم به 120 روز دوباره میبینید که اتفاقا وقتایی که حراج نیست قیمت پایش روی $125. بنابراین این حراج‌ها خیلی واقعی نیستن. برای وقتی میخواین خرید کنین بدونید که این قیمت قیمتی نیست که یه اتفاق خاصی افتاده. ببینید حتی توی سپتامبر که معمولاً دیلای لیبر دی هست، این دوباره یه پیک داشته. بنابراین بعد از لیبر دی قیمت آورده پایین. ولی همچنان به ما اون دیله گفته 50% آف خورده و تو ویترین آمازون بود، یعنی جزء دیلایی بود که ادعا میکنه که خیلی خاصه. بنابراین من توصیه نمیکنم که هول هولکی بیان یه خرید اینطوری که همچین هم خیلی کوچیک هم نیست انجام بدید. حالا برمیگردم به صفحه اصلی دوباره توی این ویترین که دیگه دیلای شاهکارشون رو گذاشتن 50% آف. میرم روی این هدفون، منتظر هانی میمونم تا کار خودش رو انجام بده. قیمت ها رو چک میکنه، ادعا میکنن که $90 بوده، الان شده $45. هانی میاد پاپ میشه و این میگه که خب 50% آف خورده. میرم روی پرایس استوری و میبینم که بله از 8 نوامبر اومده پایین و توی 120 روز اخیرم مدت زیادی رو 70 بوده و بعدم رفته 90 و بعد الان اومده رو 44. بنابراین این یه دیل واقعیه که تو 6 ماه اخیر اصلا تکرار نشده و شما اگه همچین محصولی نیاز دارین میتونین تهیهش کنید. پس اگه میخواین توی بلک فرایدی حراج‌های واقعی رو پیدا بکنید و فریب قیمت‌های ساختگی رو نخورید، حتما هانی رو نصب کنید و تمام تلاشتون رو بکنید توی بلک فرایدی چیزایی که نیاز ندارید رو نخرید و به خاطر فشار اجتماعی و فشار دوستاتون خریدهای هیجانی انجام ندید. فکر نکنید که اگه خرید نکنید یه موقعیت خیلی بزرگی رو از دست دادین و اینم یادتون نره که شما با خرید نکردن 100% سود میکنید. با خریدن جنسی که 50% تخفیف خورده، حتی اگر تخفیف واقعی باشه 50% اون پول از جیبتون میره. پس برای چیزی که لازم ندارین و قرار بیفته گوشه خونتون و جاتون رو بگیره، الکی اون 50% رو هزینه نکنید. لینک دعوت هانی رو توی زیرنویس براتون مینویسم، حتما نصبش کنید و برای خریدهاتون استفاده بکنید.
اینم بگم که درسته که خیلی وقت ازتون نمیگیره، ولی خب شاید حوصله‌شو نداشته باشین، مثلا برای پاک کن یه چک بکنید، ارزش زمانتون رو قطعا نداره. ولی برای خریدهای بزرگ مثلا کالسکه یا صندلی ماشین بخواین بخرین، اینا پکشون مثلا میتونه $1000 باشه و اینکه روش 50% واقعی تخفیف خورده باشه یا نخورده باشه خیلی میتونه براتون از لحاظ مالی به صرفه باشه. امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشتین. اگه ویدیو براتون جالب بود حتما سابسکرایب کنید و به دوستاتون هم معرفی بکنید. تو ویدیوهای بعدی بیشتر کمکتون میکنم تا خریدهای آگاهانه داشته باشین و هیجانی خرید نکنید. تا برنامه‌های دیگه، خدا نگهدار. فعلا.